بدخشانم، در این ایام پرغوغا، در این بازار بی سودا، برای زندگانی خوب بهر طفلک زیبا، تو را خوشنام می خواهم، عدو ناکام می خواهم، به جنگ انجام می خواهم، تو را آرام می خواهم، تو را آرام می خواهم. بدخشان را آرام می خواهم، بدخشان را که خانه امید ملت تاجیک است در ثبات دیدن می خواهم. می خواهم بدخشان پیشرفت داشته باشد، رشد داشته باشد، اقتدارهای اقتصادی داشته باشد، زندگی مردم آسایشته باشد. مردم بدخشان، پدری بدخشانی ما، مادران بدخشانی ما، برادران و خواهران بدخشانی ما با لبخند در فضای صلح و ثبات این ملک بی‌اشتاسا با هم باشند. برای آرامی بدخشان، برای ثبات وطنمان، برای یکپارچگی تاجیکستان عزیز و ارجمند و مهم، با هم بودنمان مهمتر از هر چیز دیگر است. پدران بدخشانی من، مادران بدخشانی من، خواهران بدخشانی من، برادران بدخشانی من، بیایید دست به دست همدیگر دهیم. ثبات، آسایشتگی، یکپارچگی وطنمان را که آن از کوههای بلند بدخشان، رودخانه بزرگ پنج آمو تا سرزمین بی‌اشتاسای سوخت دامنه دارد، با هم باشیم و این سرزمین را با هم پیش بریم و از موقع تاجیکستان افتخارمند باشیم. بیایید در مقابل هر قوه اهریمنی با خیرات، با فرهنگ، با معرفت انسانی با هم بیاییم. به دسیسه بیگانگان، دشمنان، ناتوانبینان ملت نیفتیم و تاجیکستان را به عنوان یک خانه امید، یک مرز ناموس، یک جغرافیه عدالت و آسایشتگی